the fellas in the place to be. Everybody in the place to be. Keep playing. Keep playing. Take me where I wanna go. Say please, riding slow. Freaky like I want it. दुनिया हसीनों का मेला, कल रात अपन बहुत खेला. यार अपन के दिल में इन लड़कियों के लिए जितनी जगह है, काश अपन के घर में भी होती है. अच्छा तो यहाँ छुपी थी. Can I have a kiss please? Now can I have my favorite red jacket? Yeah, sure. Love you. صبح بقیه غم انگیزه اما برای من عالیه. سلام. بله عمو جان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोज तेरा एक बढ़ जाता है. Morning, good dude. तो अंदर थी. चल जा, जॉन पहुंच रहा है तेरा फाइटर देखने के लिए. आराम से चाचू, आ रहा हूँ. देखे तूने आज क्या चुना है. आराम से. अरे ठीक है. Cutie you are, my. सपने में तू आई थी. चलो नहाते. حاضر میشه. من تو زندگی دوست دارم تفریح کنم، جشن بگیرم، یعنی این به معنای واقعی خوش بگذرم. اما من تشکر کردن رو فراموش نمی کنم. ممنونم داداش. اینم جانه. جان، مرد انگلیسی. خدا به حنجره اون صدا نبخشیده، اما خودش به گردنش یه تراشه وصل کرده. حالا بدونه که دهنشو باز کنه، دهن همه رو میبنده. زمین مسابقه فقراست. अपन को इधर आना जरा भी पसंद नहीं है. اما کار عبادته و کار من اینه که از اینجا بهترین مبارزه رو برای جان پیدا ای گودا، مبارزه تو داره کتک میخوره نه؟ همیشه مسابقه اونطوری که به نظر میاد تموم نمیشه. قرمز هنوزم قویه. این روش پوله. داره انرژی خودشو حفظ میکنه، رقیبشو خسته میکنه. الانم پاش خسته شده، نفسش سنگین شده. حالا به دنده های ضربه میزنه، دیدشو مختل فاکشو میشونه. بعدش هم فاصله رو کم میکنه و ضربه نهایی رو به بهترین شکل میزنه. میدونی تو بازی این مهم نیست که چقدر میتونی رقیب تو بزنی، این مهمه که تا کی میتونی سر پا بایستی. و اینم زمین مسابقه ثروتمندا تو منطقه خودمونه. فکر کنین این بازی مثل مسابقه اسب سواریه. اونی که تو منطقه فقرا برنده میشه، شانس مسابقه تو اینجا نصیبش میشه. مردم رو مبارزه محبوبشون شرط میبندن. یه بار که روشون شرط ببندن، دیگه نتیجه کاملا معلومه. چون وقتی شرط میبندی دیگه نمیتونی تغییرش بدی. یه جای دیگه باشه بهترین برنده میشه، اما اینجا اونی برنده میشه که جان دلش بخواد. فقط یه دوره دیگه مونده، بعدش کارش تمومه. تو منطقه فقرا مردم برای برنده شدن میان و اینجا برای پول. این هیچ ربطی به برد و باخت نداره رفیق. اما من اومدم اینجا برنده بشم. این مبارزان که مبارزه میکنن، اما تنها برنده جان انگلیسی.
گوش کن چی میگم، هر دوتامون مبارزه تو رو دوست داریم، انقدر زیاد که از درک خارج. اما الان حرف جانه، چون الان رو تو نه، رو اون شرط بسته. آخه چطوری ببازم؟ اگه اینجا برنده بشی زندگی تو میبازی. ببین، برنده این بازی مشخص شده، درک کن و بازی رو بباز. روش جانو فقط خودش میدونه. خود سرنوشت اون مبارزه رو مینویسه. جان همینطوری با شکست دادن مبارزه محبوب تو مسابقه بزرگ پول در آورد و اون با هر مبارزه پولدارتر میشد. اما هیچ وقت کل پول به جان نمیرسید. جان باید بقیه اون پولو به رئیس بزرگ دالینی میداد. دست راست خودش شاینا رو برای گرفتن پول میفرستاد. Oh, hey. How you doing? You okay? I had so much fun. Yeah. What's been up? ओए, बॉस की गर्लफ्रेंड है, नजर तुझ पर ही रहती है, पर तू लाइन मत देना। अरे लाइन तो अपन के पीछे लगी है लड़कियों की। सुन चाचू, तू समझ ले अपना बॉस जैसा नहीं, अपन का बाप जैसा है। उस हिसाब से अपन की माँ सामान हुई ना। सुन, जॉन द इंग्लिशमैन ने अपन को अच्छी जिंदगी दी, अपन को सिल्वर सिटी में लाया, फिर अपन को ये सिटीजनशिप दिया, और अपन को बनाया गुड्डू द इंग्लिशमैन। अपन का जॉनी जॉनी कुछ भी बोलेगा ना, तो अपन को क्या बोलने का? यस पापा। अबे ला। All the people in a place to be, all the ladies in a place to be, all the fellas in a place to be. ببین، ما یه جلسه مهم داریم. این پلو برسون کلو. All the ladies in a place to be. Hold me down. You're playing. No, I like it, like it, like it. All the people in a place to be, all the ladies in a place to be. Hey, make way, John's girl, John. What he said, Hey, what? Sorry, John's girl, I'm so sorry. अपन का नाचने का मन कर रहा है। तो नाचो ना, कौन देख रहा है? देखेगा ना सारा जमाना। Dress code suave, I'm large. Come on, me son. Hold my hand, man. Canada proud. Check my collage. Verbal massage. करने के मामले में मेरा नाम बदनाम है। प्यार करने के मामले में मेरा नाम बदनाम है। दूर से ही नजदीकियों को मेरा सलाम है। जरा नजदीक आओ से नजरे मिला, तुझको भी इश्क हो जाएगा। चाहे करना ना तो बहाने बना, दिल उधर से इधर आएगा। सारा जमाना मेरे दिल का दीवाना, मेरी जान ना 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 मुझसे दिल ना लगाना। सारा जमाना मेरे दिल का दीवाना,
गाना इश्क करने को उम्र पड़ी है जो भी करना है कर क्यों रुके उम्र भर मेरे जैसा मिलेगा कहाँ सारा जमाना मेरे दिल का दीवाना मेरी जान ना 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 मुझसे दिल ना लगाना सारा जमाना मेरे दिल का दीवाना मेरी जान ना 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 मुझसे दिल ना लगाना دالینی من میخوام راجع به یه موضوعی با دالینی حرف بزنم. خب بگو. بحث تقسیم سهمه. به آقای دالینی بگین خودش هم خوب میدونه در آخر کی بهترین افراد رو میاره. اومدی اینجا زیاده خواهی کنی؟ اما اینجا رو ببین ملکه تو داره با دستیار مخصوصت بهت خیانت میکنه. मेरी माँ नहीं मम्मी भाभी जी आराम से अपने कहा नहीं। चुप। भाभी जी तुम्हें कुछ नहीं करना है। अरे मम्मी तू मरवाएगी। बच गया। हाँ ये ठीक है तुम हैंड्स अप और गोली सिर्फ मैं चलाऊंगी। جان قسم میخورم که بهش دست نزدم. به جون تو به جون بابا بهش دست نزدم. تو با کی کار میکنی؟ گفتم با کی؟ جان تو به من همه چی دادی. من هیچ وقت این کارو نمی کنم. هر دوشونو زنده خاک کنی. خواهش میکنم جان من ثابت میکنم که هیچ کاری نکردم. خواهش میکنم جان ما با هم دیگه کار میکنیم. تو دوست منی. ولم کن جان عزیزم ما با هم کار میکنیم جان. خواهش میکنم. با مرگ نمی جنگی؟ مرگ آروم میاد سمتت. اینطوری نفس میکشی. یکم میترسی نه؟ درسته؟ خب مرگ به وقتش میاد. حتما سر میرسه. تمام این سالا با عذاب وجدان زندگی کردم. با خودم میگفتم نکنه پیشگویی تو راست باشه، نکنه این پسر گامپات باشه. امروز فهمیدم که من راست میگفتم و تو اشتباه میکردی. تو به مردم خودت امید واهی دادی دلپاتی. امید واهی. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय 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 गणेश जय 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 गणेश जय 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 गणेश जय 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 गणेश داداش همه چی داشت خوب پیش میرفت. शत्रुओं से न हारे भक्त देवा तुम्हारे तेरी ज्योति से रोशन है सारा जहां। डूबते को किनारे मिलते हैं तेरे द्वारे
मर्जी के आगे है कोई कहाँ तेरी ज्वाला जले सीने में मेरे तेरी भक्ति है मेरी विजय गणेशा کت مورد علاقه سلام چطوری زنده موندی؟ فکر کنم هنوز وقت مرگم نرسیده ببخشید من وقتی میترسم خیلی بد میزنم چرا اومدم بیرون وقتی دوباره میخوای برگردونیم تو قبر؟ دالپاتی راست میگفت. این دالپاتی دیگه کیه؟ تو همون گانپاتی. گانپات؟ من گودو هم گودو. من وقت ندارم اینو توضیح بدم. زود از اینجا فرار کن. اگه جان تو رو ببینه تو رو زنده نمیذاره. آخه من کجا برم؟ فقط این زندگی رو میشناسم. حرف منو گوش کن، به یه جای دور فرار کن. برو تو منطقه فقرا. اونجا یه دنیای دیگه است. از جان و پادشاهی این مردم پولدار دور شو. ای بابا. تو اونجا یه مردی رو میبینی که میتونه بهت کمک کنه. باشه. شیوا. شیوا دیگه کیه؟ بهش بگو گانپات اومده. ای بابا تو چی داری میگی ها؟ گانپات اومد یعنی چی؟ تو الان نمیفهمی من چی میگم، اما روزی که اینو بفهمی اون وقت هدفت از اومدن به اینجا و این دنیا را متوجه میشی. داری چی رو نگاه میکنی؟ برو. من دیگه قرار نیست نجاتت بدم. زود باش. خود ممنونم. وای خدای من از شهر نقره‌ای زدم بیرون، به چه آشغالدونه ای اومدم. बेटे हालत कैसे भी हो थोपड़ा मस्त दिखना चाहिए. شیوا را میشناسین؟ آره یا نه؟ زود باش جواب. नहीं जानता. नहीं जानते. मस्त बढ़िया. ओके. اینجا غذای چیزی پیدا نمیشه؟ یکی اومده اینجا دنبال شیوا. صورت حسابتون. صورت حساب؟
من عادت ندارم پول پرداخت کنم. نه، من پول خرج میکردم. بیا اینجا. یه مشتری پول نمیده. بیاین اینجا. ببین، من یه باشگاه مبارزه بزرگ دارم. قبل اینکه انتقام بگیرم فکر کن. من وقتی از چیزی میترسم دیگه خیلی بد میزنم. گفته باشم. زینت همان خودتی؟ تو دنبال شیوا میگردی؟ حساب میکنم. ممنون. اما حالا اونو میکشیم و تو رو نگه میداریم. هایتا بلند شو. هایتا بلند شو. Cheers. به افتخارت. رفیق، قضیه چیه؟ रुक तेरी अपन क्या पहले ना उनको चल चल डर मत अपन है ना चल فکر کنم رسیدیم خونه. بگو کی تو رو فرستاد؟ کایزت بهم گفت رفتی اونجا بگو گانپات اومد. تو کایزتو از کجا میشناسی؟ پدر مادر من فوت شدن، اما کایزت بهم یه زندگی خیلی خوب داد. کایزت منو با جان آشنا کرد. خب پس چرا تو رو فرستاد اینجا؟ منو نفرستاد. من فقط داشتم تو باشگاه برای خودم یه چرخی میزدم. بعدشم همسر جان به من چسبید و جان منو دفن کرد. بعدشم از اونجا فرار کردم. داری راست میگی؟ دروغ بگم منو میکشی؟ یه چیزی بگم؟
چاقو رو ببر کنار، چون دلتون نمیاد منو بزنی. من دارم میام اونجا. آره، اونو با خودم میارم. میشه بگی داری منو کجا میبری؟ پیش شیوا. شیوا، این دنبال تو میگشت. از اون سمت دیوار اومده و میگه گامپات اومده. این گامپات مثل یه فلوت عتیقه میمونه که همه ازش خبر دارن، البته به جز من. کی فرستادتت؟ کایزت. همون سواله که برای چه مأموریتی اومدی؟ مأموریت؟ ببین رفیق، زندگی من خیلی خیلی خوب بود. دوست، رفیق، ماشین، خونه. الانم اینجا. شما تو چه دنیای عجیب غریبی زندگی میکنی نه؟ حتما گاشنت شد. داره. خیلی سال قبل منطقه مخصوص فقرا ساختن. آره من اون داستانو میدونم داداش. معذرت میخوام، ببخشید. ادامه بدین، بفرمایین. دالپاتی پدر بزرگ تا بود. اون میدونست که باید برای تغییر اینجا خودش دست به کار شد. ما باید یه مبارز پیدا کنیم تا به همون قدرت بده، دوباره مثل انسان زندگی کنیم. دالپاتی برای آروم کردن مردم منطقه یه بازی را انداخت. اچھا، پس پدر بزرگم المپیکا شروع کرد. چیزی شنیده بودی؟ براش چه نفی داشت که این حیوونا به انسان تبدیل بشن؟ با عزت و احترام گیرشونند. نرو داداش لطفا، بقیهش مونته. این پیرمرده خیلی تو قیاف هسته. آخه ببین میگم تو این سالا ما هر کاری کردیم به این امید بوده که یه روزی گامپات بیاد. حالا اون اومده. امروز فردا باید حقیقت رو بهش بگیم دیگه. ای بابا، یه کولر بذارین اینجا دیگه. همچین گامپاتیو برامون فرستاده. حالا هر جور فرستاده باید اونو آماده کنیم شیوا. مگه ما راه دیگه ای داریم؟ نه تنها باید توجیهش کنیم که اون فرمانده ماست، بلکه باید بهش یادم بدیم. گاوو به مسابقه اسبسواری نمیفرستن. اما خب گاوو، منظورم اینه که ما هممون باهاش تمرین میکنیم. شیوا اون آخرین امید هممونه. من عادت ندارم اینجوری بخوابم. به هم یه گونی دادن تا بپوشم. ببینم اینا برای چی آماده میشن. آره خیلی خوبه. अपन की आजादी उस तरफ है। جسی سلام جسی، خیلی دوست دارم. چی؟
تو دیروز منو دیدی؟ عاشق شدن چقدر وقت میبره؟ दिल तो हुआ है रोमियो जरा रोमानी सा आज जूलियट कुछ कर दे हम जरा तूफानी सा ये आजा अब ऑन कर दे तू दिल का मीटर लब का करंट लगा के बेबी कमर हिला के बिजली गिरा के सोया सोया जलवा जगा बेबी दिल लगा के लफड़ा कर ले तगड़ा कर ले اسم رومئو و جولیتو شنیدی؟ به اون میگنش. آره خوابه اونا که مردن. میخوام زنده بمونم و عاشق باشم. تو اصلا چیزی رو جدی میگیری؟ من تو زندگی فقط میخوام تفریح کنم و خوش بگذرونم. چی رو نگاه میکنین شما نمیخندی؟ شما این مایچه و این مایچه‌تون خیلی خوبه اما یه مایچه‌تون خیلی ضعیفه. خودتون بگین کدوم؟ لپ. ما امروز قراره که این لپو قوی بکنیم. حالا چطوری؟ بهم بگین. با خندیدن ببینین मेरे पास स्माइल करने की कोई वजह नहीं है। ओह, तो स्माइल करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती है। तुम्हें लाइफ में किसी भी चीज की नहीं पड़ी है ना? अपन को लाइफ में इतनी पड़ी है ना कि अपन ऐसे ही जीता है जैसे अपन को कोई पड़ी नहीं। रोमियो प्यारे ये बातें तेरी ये मुझको है लगती काफी की बड़ी। प्यार लफड़ा नहीं झगड़ा नहीं एहसास है मुझको तू ये तो बता कि किस तरह तू खास है। ऐसे हंसने का ये क्या हुआ है ये क्या हो गया तूने ये कैसा जादू किया। रोका बहुत टोका बहुत पर दिल तो गया तूने मेरे जख्मों पे यूं तेरे प्यार का मरहम दिया। के आजा अब ऑन कर दे तू दिल का मीटर लब का करंट लगा बेबी कमर हिला के बिजली गिरा के सोया सोया जलवा जगा बेबी दिल लगा के लफड़ा कर ले। ओ बेबी दिल लगा के लफड़ा कर ले तगड़ा कर ले तगड़ा कर ले तगड़ा कर ले तगड़ा कर ले।
मेरे लिए मरने को तैयार थे। पता था कि जन्नत में भी तुम्हें मिलोगी। ये भी उतनी ही फेक है जितने की तुम। आराम से, थोड़ा इधर। उधर नहीं लगी है। ये क्या है? एक दिन तेनू लब लांगी। I'll find you one day. माँ गई थी उस तरफ, वापस नहीं आए। चौदह साल हो गए। कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हुआ उनके साथ, कुछ पता नहीं। बेबी जान, अभी अपन आ गए, अभी कोई टेंशन नहीं, अपन सब संभालेंगे। हाँ, सब हो जाएगा। تو مبارزه بزرگ شهر نقره‌ای قوقا به پا شده. اینجا دیگه زمین بازی جان نیست. مردم اون سمت دارن موفق میشن با مبارزهشون جایگاهی به دست بیارن. حالا باید ببینیم که جان بدون وزیر خودش چند روز دووم میاره. تو هم اینجا صبر کن. تو جلو نیا، من هستم. برو کنار ببینم. مال منه. من نمیخوام بیام. تباهی اگه دست خودته. تباهی کجا؟ تباهی کجا؟ تباهی کجا؟ تباهی اونا ول کن. دست کن. کجا؟ کجا؟ اون آمدن جسی رو بردن. من جسی رو میخوام. بهت میگم من جسی رو میخوام. این دنیا فقط مال قدرتمنده است. ضعیفا اینجا جایی ندارن. اینجا همه یه چیزی رو برمیدارن میبرن. جرأت داری برو جسی خودتو بیا. من وقتی از چیزی بترسم خیلی خیلی بد میزنم. تو محله تباهی بدون اجازه اون یه پرندام نمیتونی بگیری. کسی که بخواد به مقصد برسه راهشو پیدا. چالش تباهی رو قبول کنه؟ یکی دستشو برد بالا.
همونی که کت پوشیده. اونو بیارینش اینجاش. جسی من اومدم ببرم. جسی جوڑانا یار، جسی جوڑانا یار پلیز. جسی مال منه. رفتی کتک خوردی؟ کتک نه، رفتم یاد بگیرم. از همه نظر قوی نیست. استخون فک اون قوی، اما پایینیش نه. آره قدرت داره، اما نقطه ضعفای زیادی هم داره. اون فقط به نقاط قوتش تکیه میکنه. راه حمله به سینش همیشه بازه، هیچ دفاعی نداره. این بخش ضعیف بدنشه. هر چقدر اونو عصبانی کنم همونقدر حرکات دفاعی ضعیفتر میشه. میدونید چرا؟ چون اون یه احمقه. فقط حرکات پا رو خوب یاد گرفته. مستقیم به شکمش حمله میکنم. اینطوری بزنم دیگه عضلش نمیتونه از فکش دفاع بکنه. عشق تو از دست دادی، این همه درس گرفتی. مردم تو همه چی از دست دادن. تا حالا راجبشون فکر کردی؟ ها؟ به هم بگو. هم میخوام بقیه ای داستان رو بدونم. پدر بزرگ تو یه راهب بزرگ بود. پیشگویی‌های قبلش هیچ وقت اشتباه عذاب در نیامده بود. پدر بزرگت معتقد بود که یه روز اینجا مبارزی پیدا میشه که نامی راستو میتونه دیوار رو خراب کنه. اون مبارز نمیمیره، فقط میکشه. هممون فکر میکنیم شاید اون مبارز پسر دلپاتی باشه. همه بهش خوش آمد گفتن. مردم فقیر یاد گرفتن تو فقرم خوشحال بشن. اون میدون کشتی براشون مثل یه معبد بود. حس میکردیم همه چی درست شده و به زودی مردم آزاد میشن. اما بعدش یه اتفاقی افتاد که امید ما رو کم کرد. این مسابقه رو اونقدر ادامه بده تا مبارزه ما پیدا بشه و ما رو نجات بده. گانپات ما، گانپات، منتظرش باش.
اما اون موقع اتفاقی افتاد که به دالینی فرصت داد همه چی رو خراب کنه. دالپاتی برای همیشه ما رو ترک کرد. این خبر به گوش ثروتمندا رسید، چون یکی از افراد ما به همون خیانت کرد. ثروتمندا اومدن و همه چی رو خراب کردن. اونا مردم ما رو کشتن. این اونایی که کشته شدن پدر تو و مادرت میرام بود. بعد جان با دالینی مسابقات ما رو به اسباب بازیشون تبدیل کردن. در ازای بهای آزادی غلام شهر نقره‌ای می شدن. مبارزای محافظ مردم فقیر مثل اسبی شدن که برای مسابقه میدوند. اینطوری آدمای ثروتمند پولدارتر شدن و بقیه مردم فقیرتر شدن. حالا فقط اونی که گانپات واقعیه میتونه ما رو نجات بده. خب از اون موقع هیچ مبارزی نیومد؟ نه، همه ما منتظر همون مبارزیم. فردا ساعت 4 صبح تو زمین تمرین میبینمتون. सागर किनारे आके मंजिल निहारे. نباید کم بیاری. تمرین بعدی. کفشتو در بیار و بدو. باید بدو یا از روی اینا رد چی. The world is mine. It's my time to shine. Cause this world is mine. It's my time to shine. आंखों में फायर, आई ऑफ द टाइगर, पीछे से वार करते हैं कायर, अल्फाजों में आग, मौत के शायर, ढूंढू खुशी मैं मौत में शायर, है इसी के लायक ना कोई नायर, ना माना खुदा, ना पड़ी कोई आयर, ना मेरे गुनाहों की कोई जमानत, मैं अमर हूँ जब तक ना होगी कयामत. Yo, this is my time, time to shine. सीने में जोश, living the edge, jungle का शेर, crown on my head, top of the game, got the desire. It's my time to shine. मेरा समा, this my world and my thoughts. जीत लूँ मैं जो भी चाहूँ if I want. All I do is win. मेरी हिम्मत मेरे दोस्त, आनी सबको. I don't care about my mom. मेरा समा, this my world and my thoughts. जीत लूँ मैं जो भी चाहूँ if I want. All I do is win. मेरी हिम्मत मेरे दोस्त, आनी सबको. I don't care about my mom. It's my time to shine, cause the world is mine. It's my time to shine, cause this world is mine. This world is mine. It's my time to shine, cause the world is mine. It's my time to shine, cause this world is mine. It's my time to shine.
تو پسری خواهی داشت که اون دیوارو خراب میکنه. اون وقت همه جا صدایی میپیچه که میگه گانپات اومد. من دیگه آمادم. بریم جسی رو بیاریم. یادگیری مبارزه با انجام مبارزه دوتا چیز متفاوته. این امتحان آخره. آماده باش. خب میخوای پاره کنه اینو پاره کن. Hey, 我来信。找打，快点！
آره تو آماده ای. بیا باید بریم جسی رو بیاریم. خب داستان گودو امروز تموم شد. مای موویز و داستان گانپات شروع شد. You finally dare to come back here. हटा जसी कैसे हो? जसी तुम सही थी. गुड्डू तुम्हें बचाने आ गया है. نمیتونم این کارو کنم. من نمیتونم بهت اجازه بدم بری پیش تباهی. ممکنه جونت به خطر بیفته. اینو میدونم، اما حاضرم این خطر رو بپذیرم تا اون تبدیل به گامپات بشه. شیوا من میدونم اون شاید برای مردم نجنگه، اما برای من قطعا میجنگه. من باید این کارو بکنم. جسی تباهی به کمکت نیاز دارم. بهت پول خوبی تباهی منو ول کن. این میاد نجاتت بده؟ آره میاد. تیاره؟ الان معلوم میشه. She's my girl. No, my girl. हमारा गणपत आ गया। सही कहा तुमने। دیگه وقتش رسیده شیوا. باید بهش بگی تو پدرش هستی. بهش بگو پسر تو میراست. کسی که دیوارو خراب میکنه و هممونو نجات میده. دلپاتی راست میگفت. اون گانپات ماست. پدرم راست میگفت. این
گانپات ما. چشم سوم تو، گانپات تو. جان اینجاست. रोहन कहाँ है? मुसीबत में है। तू रिग्रेट तो नहीं करेगा? اون دیگه نمیاد، رفت. گانپات رفت. هیچ کس ما را از این جهنم نجات نمیده. Here I come, here I come. Here I come, here I come. I'm a fighter. Here I come, here I come. I'm a fighter. Here I come, here I come. Here I come, here I come. I'm a fighter. آیزاد کجاست؟ تو که میدونی جان هیچ وقت خائنا رو نمیبخشه. کشتن گدو بزرگترین اشتباه ما بود. اما گدو هنوز زنده سره.
حرف من گوش ندادی؟ بهت گفتم گودو رو خاک کن، اما تو اون کارو نکردی. بکشش. اونم جواب کارش شدید. حالا زود باش، جان اونجا منتظر توه. Here I come, here I come, I'm a fighter. Here I come, here I come, I'm here I come, here I come, I'm a fighter. Here I come, here I come, I'm خوش اومدی گودو. برای چی منو خاک کردی؟ من از خائن‌ها خوشم نمیاد. نه، وفاداری من به ضررم تموم شد. خب یه بار از من میپرسیدی. گودو تو رو مثل پدرش میدونه. چه جرأتی کردی که ما رو کشوندی اونجا؟ انگار مسابقه بزرگی همیشه بود. برات مبارز پیدا میکردم، اما حالا متوجه شدم که بهترین مبارز خودمم. رو من شرط ببند جان. پول خیلی زیادی به جیب میزنی. تو که میدونی این مسابقه تو چه سطحیه. تو رو میکشن احمق. رئیس جون دفنم کردی و دیدی. من بمیر نیستم، من فقط میکشم. نقشه ساده‌ایه. برای همین شما رو خبر کردم، چون باید پول دارینی و برگردونین و خودتونم یه پولی در بیارین. نظرت چیه جان؟ بیا با هم دیگه کار بکنیم، دقیقا مثل قدیم. اما جان این دفعه منم سهم میخوام. قبلش یه کار خیلی خیلی کوچیک دارم. باید برم از یه نفر تشکر بکنم. شیوا! بهت گفته بودم وقتی آدم بزرگی شدم میام تو رو میبینم. من میخوام باعث افتخارت بشم داداش. اومدم همتون رو با خودم ببرم. تو یه مسابقه بزرگ شرکت میکنم، مبارزه‌های بین المللی، مبارزه‌های بزرگ، پول خیلی زیاد. دیگه این زندگی مزخرفو میذاری کنار. منظورم همون زندگی کوچیک و دوست داشتنیتونه دیگه. تو این مسابقه بزرگ پیش قهرمان میمونه. فکر کن تو عشق من، تو برو و وسایل تو ببند. حالا زندگی واقعی رو تجربه میکنی رفیق. بیا بریم بیا. چی شده ها؟ ازم ناراحتی؟ خودتو اذیت نکن داداش. از اینجا برو، دیگه هیچ وقت جلوی مردم ما پیدات نشه. خب قبول دارم که شما فقیرین. تو خیلی عوضی. خودت از این آدم عوضی یه مبارز سختی. نه من یه مبارز ساختم، نه یه شیطان. کار این شیطان رو همینجا تمام میکنم. شاگردای خوب میرن تو دنیا پادشاهی میکنن و معلمات تو خونه خودشون منتظر میمونن تا الماس بعدی رو پیدا کنن، تا بتونن اونو تراش بدن. اون الماسی که برق میزنه من هستم. क्या हुआ जस्सी को? बाहर निकालो।
شیوا، هر کسی برای جنگیدن به دلیل نیاز داره و من دلیل اون نیستم، اما تو هستی. اون باید بدونه که پدرش هنوز زنده است. اون پسر توه. براش اصلا مهم نیست. چرا مهمه؟ میدونی من کل زندگیمو اینطوری گذروندم، به انتظار مادرم، به این امید که یه روز بتونم پیداش کنم. پسر تو جلوت وایساده بود شیوا، بعد تو هیچی بهش نگفتی؟ अंकल जो भी टेढ़े मेढ़े खाता है جسی هیچ کس از اونجا بر نگشته. آفران میخوام تنهایی برم پیاده شو. میخواستی تنها بری؟ پس چرا دستبند برادری بستی؟ افران نرو! बिखरा है आज हवा में, कितनी रंगीनियां है समा में। इश्क बिखरा है यूं आज हवा में, इतनी रंगीनियां है समा में। सजे है रास्ते हमारे वास्ते, अपना दिल जो लुटाने आए हैं। तो जिसको ढूंढते थे वो जिसको चाहते थे, तभी खुद चलते आज मिलने आए हैं। कोई पूछे तो बताना, कोई पूछे तो बताना कि हम आए हैं। ज्यादा चमकीला है इन सितारों में और नजारों में, आज बिखरा सा कोई रंग मस्ती का है। में जोश लाए उड़ाने होश आए, थोड़ा गिर के संभलने आए हैं। तो जिसको ढूंढते थे वो जिसको चाहते थे, वही खुद चल के आज मिलने आए हैं। कोई पूछे तो बताना, कोई पूछे तो बताना कि हम आए हैं। ओ आसमां पे जो चांद आया वो आज कुछ ज्यादा चमकीला है इन सितारों में और नजारों में, आज बिखरा सा कोई रंग मस्ती का है। दिल में जोश लाए उड़ाने होश आए, थोड़ा गिर के संभलने आए हैं। तो जिसको ढूंढते थे वो जिसको चाहते थे, वही खुद चल के आज मिलने आए हैं। कोई पूछे तो बताना, कोई पूछे तो बताना कि हम आए हैं।
वेलकम। मैं सिर्फ तुम्हें एक सच बताने आई हूँ जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। बताओ। गुड्डू तुम्हारे बाबा गुड्डू, मुझे बस 2 मिनट दे दो। 2 मिनट क्या, अभी बात कर लो। जॉन यहाँ पे खड़ा है। मैं उसके सामने नहीं बोल सकती हूँ। कोई बात नहीं जॉन, मैं बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ। डैम इट। कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है। तुम जानते हो लोगों ने हमारे साथ क्या क्या किया है। गुड्डू अफराद को मार दिया है। मर गया है वो। प्लीज गुड्डू, प्लीज मेरी बात सुन लो प्लीज, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज। आज भी गुस्से में क्या हॉट लग रही हो। नहीं मारना नहीं यार। घिन आती है मुझे कि मैंने तुझसे प्यार किया। I hate you, गुड्डू। I love you too. बहुत लगाया है दलिनी ने तुम पे। उड़ा रहे हो। यार तुमसे अब ये भी नहीं हो रहा जॉन। यू आर लूजिंग योर टच। और लंगड़े घोड़े के साथ पता है ना क्या होता है। दिवाली का मैच अगर तुम हार गए, तुम्हें उठा के वहां फेंक दूंगी मैं। میخوام باهات حرف بزنم. به دالینی بگو تمام پولشو بذاره. من با دستیاره حرف نمیزنم. من دستیار نیستم. من همون مبارزیم که برای دالینی یه پول گنده برنده میشه. تو هیچی نیستی. تو یه آدم معمولی. من خیلی زود یه مبارز خیلی محبوب میشم. خب اول محبوب شو ببینم، بعد با هم صحبت کن. سلام، خوش اومدین. همگی به استادیوم مسابقه شهر نقره‌ای خوش اومدین. این مسابقه مثل بازی ویدیویی عصر جدیده. اینجا پادشاها و ثروتمندا بازیکن خودشونو برای بازی انتخاب और आज वॉर होने वाला है बिटवीन टू वॉरियर्स। लाइटनिंग हमेशा जल्दी में रहता है, इसलिए वो यूजुअली अपने सारे फाइट्स पहले राउंड में खत्म कर देता है। इस फाइट में भी ही इज द क्लियर फेवरेट। और लाइटनिंग का आज का ओपोनेंट है गुड्डू द अंडरडॉग। Old school, young jack, all black, MZ, still screaming out that chain gang, old gang, old man. Old school, young jack, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Diamonds on my wrist, 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 diamonds on my wrist. Old gang, old man, old school, young jack, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Old gang, old man, old school, young jack, all black, MZ, still screaming out that chain gang. خاطرتون باشه شما میتونین رو بازی امشب
شرط بندی کنین و پول برنده بشین. مشکلت اینه که از ته دل نمی جنگی. کدوم آدمی از ته دل می جنگی؟ خب از ته دل چی کار میکنی؟ من از ته دل می جنگم. خیلی خوب، بیا تفریح کنی. این بازیکن جدید چقدر خوبه. حرکاتون خیلی تند بود، عین یه فلفل تند بود. रोहन कहाँ है? मुसीबत में है। तू रिग्रेट तो नहीं? शुरू। بازیت خوب بود. خوب نه، خیلی خوب. با یه بازی کلی برات پول درآوردم. با یه بازی انقدر مطمئن نباش. تو تازه شروع کردی، حالا مونده بازیکن محبوبی بشی. خب من تا فردا یه بازیکن محبوب میشم. دالینی کلی ضرر کرده، ما باید اینو جبران کنیم. بعد از بردن 4 برد پیاپی، حالا سطح گودو ارتقا پیدا کرده و بالاتر رفته. با اینکه به عنوان یه بازیکن جدید کارشو شروع کرده، شروع خیلی خوبی بوده، اما دیگه بازی سخت‌تر شده چون رقیب از بازیکنای محبوب این مسابقه است. مشخصاً متخصص حرکات آکروباتیکه، اون مانکی منه. I'ma bust it, I'ma hit, I'ma have to bust the clip. I'ma bust it, I'ma hit, I'ma have to bust the clip.
پادشاه جدید اومده تا توی این بازی پادشاهی کنه. گودو بازیکن جدید حالا شده گودوی محبوب. اون یه بازیکن محبوبه. पर अपन रोमियो जूलियट नहीं बन सकते, मरना पड़ता है। अपन को जीना है डार्लिंग। मुझे लगा था तू मुझसे प्यार करता है। Can't believe. Oh, I love you. मौका दिया था ना तुझे और शिवा को साथ आने का, पर अफसोस तू और तेरे उसूलों वाले गरीब। आजाद कर दो इसको। خیلی ذوق نکن. هنوز باید خیلی پول در بیاری. مسابقه فردا مشخص. نگران نباش. من با جان صحبت میکردم. شاینر چی گفتی؟ گفتی فقط با بازیکنای محبوب کار میکنی، درسته؟ حالا منم محبوب شدم. خب بگو. اگه تو زندگی چیزی رو میخوای که قبلا به دست نیاوردی، پس باید کاری بکنی که قبلا انجامش ندادی. شاینر چی؟ همه یه اینا اونجا شروع شد، همونجا تمومش میکنیم با فقرا. برای آخرین مسابقه بذار فقرا کنار مردم شهر نقره‌ای بشینن. درو باز کن. تو دیوونه شدی؟ جالینی هیچ وقت این کارو نکرده. فکر کن میتونی 3 برابر سود بکنی. دالینی تا الان هر چقدر ضرر کرده با یه بازی همش بهتون برمیگرده. اما فقرا اونقدر پول ندارن. بعد چرا باید به تو اعتماد کنن؟ मजबूर है बेचारे और उम्मीद बड़ी कुत्ती चीज है. تو بهشون امید بدی، اونا همه چیشونو بهت میدن. فقرا از قدیم تو کمدشون دستبند و علنگو از اینجور چیزا دارن. اینطوری هر چیزی که دارن فقط مال تو میشه. به خاطر طمع به پول رسیدن همشو میذارن وسط. بعد این مسابقه هیچی براشون نمیمونه. دیگه نیازی به دیوار نیست. اونا خودشون از گرسنگی میمیرن. نقشه خیلی ساده است. مسابقه رو من پیش میبرم. همشون رو من شرط میبندم. اما آخر بازی من میبازم. اما ما نمیبازیم، خودشون میبازن. همگی به استادیوم بازی شهر نقره‌ای خوش اومدیم. امروز توی این زمین جنگ ما 2 مبارزی رو داریم که بهترین مبارزایی هستن که تا حالا دیدیم. آدم یاد محمد علی کلی میفته.
गणपत की कहानियों में आगे क्या होगा? वो गणपत आज खुद ही बताएगा। It's my time to shine, shine, cause the world is mine, mine. It's my time to shine, shine, cause this world is mine, mine. Yo, this is my time, time to shine, सीने में जोश, living the edge, jungle का शेर, crown on my head, top of the game, got the desire, got that fire, 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 I got the fire, 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 I got the fire, 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 I got the fire. این از محبوب همه گودو. و رقیب سرسخت امروزش مبارزه بزرگ بلادبت. به استادیوم بازی شهر نقره خوش اومدین. امروز تو این زمین جنگ ما دو مبارزی رو داریم که بهترین مبارزه‌ای هستن که تا حالا دیدین. برات تندیه بیشتر. I will eat you today. شما پسر خوب، این حرفا رو بعد از بازی بزن. و اکنون مسابقه بزرگ بین گودو و بلادبت شروع میشه. میریم که داشته باشیم. For the second round. این نوبت هم گودو برد. من فکر میکنم شاید اون برنده ی بازی باشه. تو بهشون امید بدی، اونا همه چیشونو بهت میدن. مای موویز. रोहन कहाँ है? मुसीबत में है। पानी हमने बिठाई।
بسپارش به من. Just don't know. चलो यहाँ से। शिवा صدامو میشنوی؟ بگو اسمت چیه؟ بلند شو. میتونی بلند چی؟ آره؟ گانپات اومد! همون گانپاتی که شما آرزوی پدر بزرگش رو از بین بردین. همون گانپاتی که مادرش رو کشتین و بچه رو از مادرش دزدیدین. همون گانپاتی که تا حالا نتونسته باباشو بابا صدا بکنه.
همون گانپاتیکه. همه شما برادر شافرانو کشتین. همون گانپاتیکه जिसकी जस्सिया बीवी उसकी माँ का इंतजार कर रही है। प्लीज गुड्डू प्लीज मेरी बात सुन लो प्लीज, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा प्लीज। जानता हूँ शिवा अपन का पापा है, भरोसा करो, अपन के पास एक प्लान है। हमारे लोगों से कहो अपने सारे पैसे अपन में लगा ले प्लीज। आजाद कर दो उसको। عشقش جسی هنوز منتظر مادرشه. از این به بعد هیچ کس نمیتونه به مردمم دست بزنه. از امروز تو این دنیا یه دوره جدید شروع میشه. دوره مردم منطقه فقیر، دوره مردم من، جایی که دیگه هیچ کس سرشو پایین نمیگیره، جایی که رویای هیچ کس تو تاریکی شب گم نمیشه، جایی که هیچ بچه‌ای از مادرش دور نمیمونه. جایی که گرسنگی هست، اما بعد گرسنگی نون هم هست. چون خونه اونا عوض شده. جان حالا میخوای چی کار کنی؟ دیگه قدرتی نداری. پولم رسید به اونایی که واقعا حقشون بود. کار تو تمومه جان. حالا نوبت رئیس. دنی من اومدم تو خونه تو بهت حمله کردم. دیگه از اتاقت بیا بیرون. تو اومدی. من اومده بودم تو رو ببینم دلینی. چطوری با کسی می جنگی که نه هیچ وقت خسته میشه، نه هیچ وقت گرسنه میشه، نه حتی هیچ وقت میخوابه؟ بعض منطقه ما هم همینه رفیق. ما نه غذایی داریم، نه هیچ وقت خسته میشه، نه حتی هیچ وقت میخوابی. اما تو دل داری، پس درد میکشی. من هیچ دلی ندارم، پس درد نمیکشم. این دفعه من خیلی ترسیدم، خیلی. و مطمئن باش خیلی بد میزنم. برای دانلود فیلم های بیشتر به وبسایت مای موویز مراجعه کنید.
वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय 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 गणेश 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 जय 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 गणेश। शत्रुओं से न हारे भक्त देवा तुम्हारे, तेरी ज्योति से रोशन है सारा जहां। डूबते को किनारे मिलते हैं तेरे द्वारे, तेरी मर्जी के आगे है कोई कहां। तेरी ज्वाला जले सीने में मेरे, तेरी भक्ति है मेरी विजय गणेशा। जय 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 गणेशा 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 जय 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 गणेशा। मंगलदायक है गजनायक है लंबोदर वंदन, हे गज कर्णक सिद्धि विनायक मेरे महोदर वंदन। हे विघ्नेश्वर हे पीताम्बर सृष्टि कृपाकर वंदन, हे प्रथमेश्वर हे एकाक्षर कोटि गदाधर वंदन। जय 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 गणेशा जय 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 गणेशा जय 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 गणेशा जय 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 गणेशा। गणपति बप्पा मोरया। इश्क बिखरा है यूं आज हवा में, इतनी रंगीनियां है समा में। इश्क बिखरा है यूं आज हवा में, इतनी रंगीनियां है समा में। सजे है रास्ते भी हमारे वास्ते ही, अपना दिल जो लुटाने आए हैं। तो जिसको ढूंढते थे वो जिसको चाहते थे, वही खुद चल के आज मिलने आए हैं। कोई पूछे तो बताना, कोई पूछे तो बताना कि हम आए हैं। कि हम आए हैं। कि हम आए हैं। कि हम आए हैं। ओ आसमां पे जो चंद आया वो आज कुछ ज्यादा ज्यादा चमकीला है। इन सितारों में और नजारों में आज बिखरा सा कोई रंग मस्ती का है। दिल में जोश लाए उड़ाने होश आए, थोड़ा गिर के संभलने आए हैं। तो जिसको ढूंढते थे वो जिसको चाहते थे, वही खुद चल के आज मिलने आए हैं। कोई पूछे तो बताना, कोई पूछे तो बताना कि हम आए हैं।
एक माँ ने देखा था अपनी 2 बेटियों के लिए एक सुंदर संसार।